عزیز، امیدوارم که جور و خوب و صحتمند باشید در هر کجایی که زندگی می‌کنید. دوستای عزیز، امروز که است به نام روزی فرهنگ هزارگی یاد میشه و امروز برای از ما مردم هزاره بسیار مهم است و امروز روزی است که ما از فرهنگ خود یاد می‌کنیم، از غذا و لباس و موسیقی همه رسم و رواج‌های قدیمی خود یادآوری می‌کنیم. دوستای عزیز، ما مردم هزاره مردمی هستیم که واقعا همیشه با هم متحد بودیم، سخت‌کوش بودیم و در هر کشوری که باشیم فرهنگ از ما همراهی از ما است. ما واقعا افتخار می‌کنم که هزاره هستم و امروزه با افتخار تجلیل می‌کنم. ما واقعا افتخار می‌کنم که هزاره هستیم و از فرهنگ می‌ایم که پر از محبت و هنر است. دوستای عزیز، بیایید این فرهنگ زیبا را زنده نگه داریم، برای اطفال‌ها و نسل‌های آینده معرفی کنیم تا هیچ وقت فراموش نشود. با هم باشیم، مهربان باشیم و به هم افتخار کنیم. روزی فرهنگی هزارگی مبارک.